اکنون جنبست چخیل میکنیم؟ جنبست به این خیل که ما در مقابل انمین هجوم چی داریم؟ توی جمع گفتیم که هجوم هست، افراطگرایی هست، خطر هست. انا مسئله حج گفتیم، مسئله تحصیل خارجی گفتیم و مسئله خرافات. همین 4 مسئله را گفتیم مختصر. ولی اکنون باید بگیم که پس در برابر این ما چیکار کرده میتونیم؟ تسلیم شویم یا که یگان چیزی داریم در مقابلش؟ ما در مقابلش چی داریم؟ من همین نظر این است که ما 6 چیزی داریم که 6 چیزی معین. 6 تا میگم، یک تاش ممکن شرطیم. یکم فرهنگ ملی. انا بزرگترین سلاح و واکسین ما در مقابل یعنی هجوم این فرهنگ ملی ماست. باز شرش میگیم. دوم این تفکر علمی معاصر. اگر تفکر علمی سواد بلند در جامعه باشد، این خودش یک راه پیشگیری خرافات و جهالت و افراط است. سوم نظام دولتداری دنیوی چه اهمیت داره؟ ما یک بار اینجا لکسیا کرده بودیم، باز یکان مختصرش میگیم. چهارم مذهب حنفی. پنجم نظام اداری ایدئولوژی و ششم مبارزه جدی قانونی و حقوقی قدرتی. این همی 6 چیزهاییست که ما در مقابل این روند میگذاریم و همین چیزها در همین سخنرانی پیشوای ملت هم اشاره شدن. من یکی از همینا را شرح میتیم. بینید چرا ما میگیم فرهنگ ملی در مقابل روند برای ما مهم است؟ زیرا اگر تاجیک خیلی گفتیم تاجیک اصیل باشه، دانه که من 6000 سال تمدن دارم، من خیلی فرهنگ دارم، من استادی بشرم، من صاحب فتوا، هیچ وقت زیر تأثیر او تبلیغات نمیره. در روحیه تاجیکی بنابراین پرزیدنت در اینجا گفتن که من پیش از همه تاجیک هستم. یعنی در توازن ارزش‌ها شما که باید احساس کنید که من اول تاجیکم، من هم خیلی غرور دارم، هم خیلی فرهنگ دارم. من او دفعه گفته بودیم که من بچه جایره نیستم، میگم یعنی که ما ملت به اصل و نسب نیستم. من او فرزند فارابی و سینا و رودکی و فردوسی. ولی تو میای به من یاد میتی که اسلام اخلاص یا اخلاص، تمام جهان من اسلام یاد دادم. امام بخاری ما دادیم، امام ابو حنیفه ما دادیم، امام ترمذی، همه مؤلفای نه تنها 3-5 تاش بلکه مؤلفای تمام کتابای بزرگ اسلام، تمام جهان اسلام تاریخ از تاریخ تبری میخونه. تبری یک بچه تاجیک. یعنی ما استادانی بشر چقدر توبه همون میشه. بنابراین اگر همین غروری تاجیکی باشد، فرهنگی تاجیکی باشد، از تاریخ تمدن ارزش‌های خود آگاه باشه، هیچ وقت توبه و تبلیغات افراطی نمیشد. بنابراین ما میگیم بالانس یا توازنی حیاتی ملت. از این رو ما باید طور جامعه را سازیم دیالوگ رو که ارزش‌های ملی حکومت کنن، ارزش‌های ملی معین کننده باشند. زیرا اگر ارزش‌های ملی معین کننده نباشند، این دولت این جامعه را از دست می‌دهیم. این 2 مثال یک تاش اشاره کردن در سخنرانی. من 2 مثال میگم که ببینید همه حالتی که ارزش‌های بیگانه غلبه کنه دولت از دست میره چخیل. اینا فروپاشی دولت سامانیان در کتابو ببینید. این یک حادثه ننگین در پیشانه علما نوشته شده است برای 1000 سال. هر بار بروشان میکشن. چرا؟ چونکه همین وقتی فروپاشی دولت سامانیان، قراخانی ها ترکا از صحرا هجوم کردن، بخارا را میگیرن. اما امیر منتصر سامانی همه علما جمع کرد در تالار، در میدان. گفت که علمای عزیز، دشمن هجوم کرده استوده است، قبیله های ترکی بخارا را محاصره کردند، قوه ما نمیرسد. همین مردم به جهاد خیزانید. پگین نماز جمعه
برآمد کنید که دولت در خطر است، خیزید دولت رو حمایت کنید. خیلی گفتن یک دم اجازه ما مصلحت کنیم، مصلحت میکنن. آخر ملاها گفتن که نه امیر، همو قرخانی هم مسلمان های، همو ترکا هم لا اله الا الله میگه. اگر او گرفت با ما میشیم امامای قرخانی. ملت مهم نیست. اگر ضرورت نرسه تو برو رو او میگیرن، ما میشیم امامای قرخانی. انا همیشه لحظه ای که تفکر دینی به تفکر ملی غلبه کرد. فما اگر همین گپ امروز گیریم اینا طالبا هجوم کنه، خیلی حضرتو گن که فرقش چی؟ همون هم لا اله الا الله میگه، خیلی او گیره ما میشیم با مولای طالبا. یعنی انمی خطرش در این است که اگر فرهنگ دیگر غلبه کنه در ذهن، در سیاست هم غلبه میکند. بنابراین ما میگیم باید حالتی که ارزش‌های ملی حکومت کند در اولویت قرار داشته باشد، امیر حفظ کردن در کار. اینجا تاجیکستان است، زبانی تاجیکی، فرهنگ تاجیکی، تاریخ تاجیکان، ارزش‌های تاجیکان اول است. برای همین پرزیدنت گفت من اول تاجیک، بعد اون مسلمان، اینا تو بعد تاجیک کمونیست، این سوسیالیست، اینا بدون چی، لیکن هممون اول باید تاجیک باشیم. انا میخوای روحیه دولت حفظ میکند. اگر نه انا مثال دوم سال 1924 ستالین فرمان امضا کرد که آسیای مرکزی رو به ملت ها تقسیم کنید، دولت های ملی کنید. انا کن چند تاجیکی تحصیل کرده با سوادترین عبدالرؤوف فدرت، فضل الله خوجایف یا اومدن گفتن که برادرها چی در کار دولت الهیده مایده که تاجیکی؟ هیچ ضرورت نیست. ما باید با همون ملت بزرگ ترک باشیم، دولت یگانه ترکی کنیم. و خودش شد رئیس جمهوری کشور دیگری ترکی و در نتیجه تاجیک‌ها قریب به دولت موندن. چرا این بچه‌های خیلی گفتن؟ چون که این سالهای 1910 1905 هم روحیه رنگی ما گفتن که جهانی اسلام، اونا همین بچه‌ها هم مشروعی کردن در استانبول در ترکیه، دانشگاه ترکی خواندن، افکار ترکی گرفته آمدن. وقتی تقسیم دولت شد گفتن که تاجیک چی در یک ملت مایده ما هم با ترکا باشیم. یعنی در موج غلبه افکار ملی بیگانه باعث شد ما قریب به دولت مونیم. خیریت که نصرت الله مقصوم و شیرین شاه شاه تیمور دو بچه کوهستانی که یگان اونجا نخونده، نه ترکیه را دیده است، نه افغانستان را دیده است، نه عربستان را دیده است، همین تاجیکی به ناموس خواستن گفتن که نه ما حتما باید دولت داشته باشیم. همین یک فایزه که کوهستان کنده گرفتن، ما امروز افتخار داریم تاجیکستان. وگرنه تمامی سرزمین و شهر و کشوری تاریخی من از دست دادیم. به سبب چی؟ به دست خودمون دادیم. چون که ما تاجیکای با سوادی، لیدرهای فکری و اقتصادی ملی، فضل الله خوجایف میلیاردر بود، یعنی الیت تاجیک. گفت که در کار نیست دولت تاجیکی، ما باید دولت بزرگ ترکی در همراه شویم، امپریاکتی باشیم. یعنی این غلبه افکار بیگانه بر افکار ملی. انمی روزم اگر شود با دولت از دست بره. بنابراین همین که میگیم حکومتی یعنی حاکمیتی یا گیم برتریتی ارزش‌های ملی باید تامین شود. ایجاش فهماست؟ خب دیگر درباره همه و یا گفتم یکی از گپ‌های مهمی که در همین دانشکده ولی دم میگیرم با گوش میکنم، یکی از گپ‌های مهمی که در همین دانشکده ای را همین قید کرده گذاریم این است که پیشوای ملت در قطاری بسیار فکری مهمه، در قطار اون چیزایی که ما بر ضد افراطگرایی میمونیم مذهب حنفی رو هم ذکر کردن. ببینید ما گفتیم که 6 چیز ما را او رودکی میگه 4 چیز مرا زاده روزی غم بخره، میگه 6 چیز ما را نجات میده از افراطگرایی. یکیش این فرهنگ ملی بود، یکیش جهانبینی معاصر عقلانی علمی، سومش دولتداری دنیوی، چهارمش مذهب حنفی. انا مذهب حنفی چرا گفتن؟ ببینید من این جمله رو میخونم. اگر همین جمله رو از پیشوای ملت نمیگفتن، شما گفته یگان
مذهبگرا است. ببینید چی گفتن که پیروی از آیین اجدادانمون مذهب حنفی یکی از واسطه های مؤثری، یعنی تاثیرگذار، مهم، یکی از واسطه های مؤثری از تهدید و خطرها حمایه کردن فضای مفکوروی جامعه ما در شرایط معاصر می باشد. یعنی رهبر دولت میاد میگه که یعنی مذهب حنفی امروز یک سپر امنیتی است. این دیگه نقشش فقط مذهب و فقه و تورات و نماز نیست. این علاقه در رول یک واکسین، یک ایمونیتت آمده است که مثلا اگر مذهب حنفی رو درست شناسیم، از او پیروی کنیم، دیگر ما بی‌نیاز میشیم به اون مذهب و گروه و رویه های دیگر. و مذهب حنفی چرا برای ما مهم است؟ اینجا میتونستیم مفصل بگیم. همین اگر برشماریم فقط ببینید، یکم این که اگر هم سوال بگیم که چرا مذهب حنفی مهم است، چرا رهبر دولت میگه که یکی از واسطه‌های پیشگیری خطر مذهب حنفی است، اولش که بوج دیگر همین مناسبت پرزیدنت با مذهب و دین در اینجا میبینید. هیچ وقت نمیگه که در کورس، میگه که این یک حمایه ما است. چرا این خیلی میگه؟ یکم مذهب حنفی مذهب اکثریت ملت، این وضعیت موجوده از در سیاست وضعیت موجوده را حفظ کردن این بسیار مهم است. دوم مذهب حنفی بنیادگذارش تاجیک، انا امام اعظم خیلی من گفتم در تاریخ شون بینید، امام اعظم ابن مرزبان، یعنی نام باباش مرزبان تاجیکی، سرحدبان، حتی سرحد یکم عربی مرزبان، ابن مرزبان تاجیک. همین جایی است که همین امام اعظم نازکیش چی است که همون هویت دینیمون با هویت ملیمون در اینجا پیوست میشد. یعنی از یک شما افتخار دارین که امام اعظم تاجیک، امام خودمون، از سوی دیگر او راهبر یک مذهب بزرگترین جهانی. بنابراین دوم امتیاز امام حنفی. سوم اینکه مذهب حنفی از نظر خود تعلیماتش در مسائل بحثی نظری بسیار معتدل استوار، از جمله در مسئله همین کفر اعلان کردن. شما دیدین که مذهب حنفی دیدگاه علمای شر نمیتیم، به هر حال در مذهب حنفی هم خیلی یک آدم گرفته کافر اعلان کردن هیچ امکان نداره، چون که کسی که اهل قبله است، کسی که ایمان داره، اگر گناه کرد میشه مسلمانی گناهکار، که کافر نمیشه. کافر این حالت ده میشه که و خودش رسما از زمین دست کشیده این کار کنه و بحث دیگه. بنابراین مذهب حنفی همون بحثی توندی که از گروه‌های مذهبی نو ساخته است این رو ندارد. مذهب حنفی نگاهش به دولت هم معتدل است. ببینید با تمام نوع‌های دولت زندگی کرده، با خلافت، با امارت، با سلطنت، با پرزیدنتی، با سروزیری، چون که باید مدل دولت پیشنهاد نمیکنه، بلکه اصول عدالت باشد، همین دسترسی اجرای شرع باشه برای مردم. مذهب حنفی همین را طلب میکند، نه اینکه همین ساختی مخصوص خلافت یا امارت یا خیل بحث دولت در اونجا کمتر است. مذهب حنفی از هر نظر ولی بس با عرف اختلاف ندارد. مثلا عرف مردمیتی، من اولی فتوایی که آمده است نوروز حرام است، همین دقیقا همین دهان شک شد، شما فهمی که از مذهب حنفی نیست. چون که مذهب حنفی 1000 سال در همین منطقه بود، نوروز هم خیلی جشن گرفته میشد. که اینا بیهقی ببینید نوشته است که سلطان محمود غزنوی امیر اعظم از سختگیری اسلامی شوخی میکرد، نوشته است که من روز هفتم نوروز دوست میدارم، چون در امروز روز امیران و وزیران و رئیسای ولایت ها به من هدیه میارن. این در دوره غزنویان نوروز 7 روز، در دوره امارات بخارا 1 ماه، اینا یادداشت‌های استاد عینی ببینید میگه امیر مظفر 1 ماه نوروز میکرد و همه علمای بخارا، یعنی مدرسا، مفتی، قاضی کلان می آمدن در نوروز شرکت میکردن، با میگفتن که حضرت قاضی بابا نوروزی سر میکنیم یک دعا تیت
بو میخست قوزی بخورو این رساله تاریخ امیران منقیطی احمد دانش در منظره است که میخزه میگه که خدایا سال نو پر برکت شد دولت امیرمون زیاد شد آمین. یعنی با دعای خودی مفتی حنفی نوروز سر میکردن. پس مذهب حنفی یک وقت نوروز در اندیشه غالبش حرام نگفته است. پس اینه که اومده نوروز حکمته شما دانید که از مذهب ما نیست، از فرهنگ ما نیست. 1000 سال ما نوروز داشتیم در زمانی که مذهب حنفی حکومت میکرد. انا برای همین خیلی چیزا در نظر گیریم. اگر مذهب حنفی برای همین نجات و آخرین نکته که مذهب حنفی را برای ما مهم میکنه شخصیت خود امام اعظم. ببینید امام اعظم یگان دومولوی کنجکی نیست. امام اعظم در عین آن که دانشمندی بزرگ فقه و کلام، اینم یک کتابچه میده که فقه اکبر هست از امام اعظم. تو حاضر از نظر وزنش در عقیده همین کتابای 10 جلدی می نویسن برابری و ارزش نداره. همین کتابی اول کتابای دیگه شوید. بنابراین امام اعظم با وجود یعنی خیلی دانشمند دین بودن، باز صاحب کار تاجری موفق در این بازار بغداد، دوکانی از همه موفق، لباسای از همه قیمت بهترین با صفت در دوکان امام اعظم. امام اعظم تو در وقت بازسازی بغداد سرمعمار شهر بغداد بودن، یعنی ارکیتکتور. خیلی یکم ملوی که در کنجک ششته میبرید در تای کرپچش 50 سومه مونی اومی میره، خیلی نه. امام اعظم صاحب کار، بیزنسمن، تاجری موفق، امام اعظم ارکیتکتور شهر بغداد نقشش کشیده است و راهبری کرده ساخته است. بنابراین وقتی نور را تصور میکنیم انا پیشوای ملت گفتن مولا هم کسب کند، کار کند، مهنت کند، گذشتگان ما بودن. بنابراین ابراز امام اعظم در ذهن جوانای ما همون ابراز یک مولای کنجکی از دنیا بیزاری عزلت نشین میشکند که راهبر مذهب ما هیچ وقت عزلت نشین نبود. ما هم همین خیلی انا همین اگر درباره مذهب حنفی و من باور دارم که در این مؤسسه نکته های دیگری باقی مانده صحبت مثل قانون تنظیم، مثل قانون پدر و مادران، مسئله های خطرهای دیگر شرح داده میشد. با اجازت شما همینجا تمام میکنیم. با اگر سوال و ملاحظه باشد